درود به شما دوستان عزیز. حتما این ویدیو رو تا پایان ببینید. اول اینکه جنگ یک پروسه هستش، یک مسیر طولانی مدت و گاهی البته کوتاه مدت. واسگی به شرایط داره. بودن کسانی که تا مذهبی من میذاشتن میگفتن شما که گفتید قرار جنگ بشه، پس چی شد؟ همه مراحل رو نادیده میگیرن و صدای شلیک رو فقط منتظر هستن. صدای شلیک زمانی انجام میشه که هزاران شلیک قبل از اون بی صدا پرتاب شده باشه و مراحل مختلف رو طی کرده باشه. به طور مثال وقتی که آمریکایی و اسرائیلی‌ها میخوان اقدامی انجام بدن، میبایست افکار عمومی خودشون رو راضی کنن و اقناع کنن که چنین جنگی لازمه برای دموکراسی، برای پیشبرد اهدافشون و برای امنیت جهانی و برای امنیت خودشون. خب برای این مسیر نیاز هست حتی اگر یک وقفه‌ای در یک جنگی رخ داد دوباره تلاش کنن، دوباره اون مراحل دیپلماسی عبور کنن و تمام مراحل رو یک به یک انجام بدن. شاید بعضی ها بگوین خب اونجا که رفتن گفتگو کردن، مذاکره کردن، نشست داشتن، پیغام پسخام داشتن. اینها این مراحل عادی و ساده رو به عنوان یک بحران میبینن. دو گروه هستن، یک گروهی که خب نگرانن، یک گروهی که از این فضا سوء استفاده میکنن و برای مثلا تخریب شخصی و یا اهداف سازمانی رژیم جمهوری اسلامی دارن این کارا رو میکنن. چه کاری میکنن؟ مثلا تا اتفاقی میفته میگن دیدی گفتیم جنگ قرار نیست بشه، دیدی ترامپ آدم اونهاست، دیدی آخوندها زرنگن، دیدی قرار نیست جنگی بشه. حالا یه بخشی البته من گفتم جامعه هستن که نگرانن، اونها همش میگوین که امیدواریم زودتر اتفاق رخ بده، اما همه چیز رو با دید منفی نگاه نمیکنن. مثلا اینجاست جمهوری اسلامی از ناامیدی ما استفاده میکنه تا خیابانها شلوغ نشه. وقتی شما رو در فضای مجازی مسخ میکنن و میگوین هیچ اتفاقی قرار نیست رخ بده، شما همون جزو همون آدمهایی میشید که میخواهید هزینه ندید و داخل خیابان وارد نشید. به همین خاطر دوستان عزیز من دارم تاکید میکنم از روزهای اول مدام اون چه که گفتیم شد. حالا در این بین شاید یکی برگرده بگه خب نه شما گفته بودید جنگ زود هنگامه. اون هم کسانی هستن که متاسفانه در جبهه جمهوری اسلامی قدم برمیدارن، نه اینکه آدم جمهوری اسلامی لزوما باشم. پس دوستان ما در یک جنگ هستیم، در جنگ رسانه‌ای هم هستیم، حواسمون به همه موارد باشه. اما یه چیزی رو بهتون خواستم بگم، جمهوری اسلامی در لبه پرتگاهه، جمهوری اسلامی رو به پایان مطلقه. ما جمهوری اسلامی یک جنازه میبینیم که باید بنازیم دفنش کنیم تموم بشه. اما دوستان عزیز نگران یک سری مسائل خاص نشید، همه چیز توی روالشه، توی برنامه‌ریزیشه، داره انجام میشه، فقط تو خیابان وارد بشید. خیابان اصل ماست. ممنونم که این ویدیو به دوستاتون میفرستید و استوری میکنید این صفحه